باورت میشه توی ایران یه اپلیکیشن هست که 72 میلیون کاربر داره؟ این اپلیکیشن فقط توی 10 سال از یه ایده ساده به یکی از بزرگترین استارتاپ های خاورمیانه تبدیل شده. پس داستانشو گوش کن، چون تو هم توی رقم زدن داستان این غول ایرانی نقش داری. سال 1393 دو تا جوون یه ایده به ذهنشون رسید، یه اپلیکیشن مثل اوبر که مردم ایران بتونن باهاش تاکسی آنلاین بگیرن. ولی مشکل اینجا بود، مردم اعتماد نمی‌کردن، راننده ها همکاری نمی‌کردن و حتی خیلی‌ها بلد نبودن اپلیکیشن رو نصب کنن. تا اینکه اونها یه کار هوشمندانه کردن و کدهای تخفیف گذاشتن و بعد پشتیبانی 24 ساعته و نصب و راه اندازی رو توسط خود مردم انجام دادن تا اینکه خیلی زود تونستن تو دل مردم جا باز کنن. بله، اسنپ که امروز برای بیشتر از 6 میلیون راننده اشتغال زایی کرده و در عوض 70 میلیون ایرانی هر ماه بین 1 تا 3 میلیون برای خدمات اسنپ هزینه میکنن. و اما راز مهم پشت داستان اسنپ، ایموشنال برندینگ. یک برند موفق فقط محصول یا خدمات نمیفروشه، بلکه احساس رو میفروشه. اسنپ به مردم حس امنیت و راحتی داد و همین باعث شد که بخشی از فرهنگ زندگی روزمره مردم بشه. پس یادت باشه، مردم به محصولات و خدمات تو وفادار نمیمونن، به احساسی که از برندت میگیرن وفادار میشن. اینجا کوبال قراره راز موفقیت برندهای بزرگ رو فاش کنه.